حدیثی وجود دارد که بعضی از علمان آن را همچون حدیثی قبل از برزخ گفته تفسیر کردند و این حدیث در صحیح بخاری ذکر شده است. الارواح جنود مجنده. الارواح جنود مجنده. The souls are روح‌ها لشکرهای گرد آمده است. فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه البخاری. پس آنانی که با همدیگر موافق بودند ائتلف الفت گرفتند. وما تناكر من روح‌هایی که میانشان تناکر وجود دارد با هم کنار نمی آیند، یعنی دوست نمی شوند. چیزی به مانند اختلاف است. آنها اختلاف دارند. این از جمله حدیث‌هایی است که باید کوشش نماییم تا به حد امکان بهتر درکش بکنیم، فهمیم. به خاطر آنه که این حدیث بسیار معنای عمیق و چقور دارد. علمان به هر خیل معنا این را تفسیر کردند. بیایید این حدیث را نظر به شرایط این دنیا مورد بررسی قرار بدهیم. بعضی از روح‌ها با روح‌های دیگر کنار می آیند، یعنی به موافقت می آیند، و زمانی که یک روح با روح دیگر کنار می آید، هر دو با هم دیگر دوست شده به موافقت می آیند و بسیار حیات زیبایی به سر می برند. ولی بعضی از روح‌ها با روح‌های دیگر کنار نمی آیند و زمانی که این حالت رخ می دهد، آنها با هم دوستی نمی کنند، بلکه با یکدیگر دشمنی می ورزند. این یک تفسیر معتبر و خوب است، هرچند یک تعداد از علمان از آن جمله ابن حزم و قبل از او الخطابی ممکن است آن را روایت کرده باشد و ابن حجر نیز در این باره گفته‌های دارد. آنها برای فهمش چقورتر از پس جزئیات و معنای این حدیث شدند و این دقیق‌تر به نظر می رسد، اما الله بهتر و خوبتر می داند. آنها گفتند شاید در عالم قبل از این دنیا زمانی که روح‌ها به هم یکجا بودند، بعضی از روح‌ها با روح‌های دیگر دوست شده بودند و از زمانی که آنها یکدیگر را در این دنیا پیدا می‌کنند، یعنی وام خورند، به طور غیر اراده، یعنی اتوماتیک با هم دوست می‌شوند، برای آنی که آنها در عالم روح با هم دوست بودند. و بعضی از روح‌ها در عالم قبل از این دنیا با هم کنار نمی آمدند، یعنی با هم دوست نبودند، و زمانی که در این دنیا یکدیگر را پیدا نمایند یا اینکه واخورند، با هم کنار نمی آیند، یعنی دوست نمی شوند. الله سبحانه و تعالی بهتر و خوبتر می داند. این تفسیر ابن حزم است و کلمه های حدیث نیز چنین تفسیر را اعتراف و یا امکان پذیر می کند. الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، که در صحیح بخاری روایت شده است. الله سبحانه و تعالی خودش بهتر می داند. به نظر می رسد که نظر و یا درک بعضی از صحابه ها این بوده است، زیرا نسخه از این حدیث در مسند ابو یعلا وجود دارد که عایشه رضی الله عنها روایت کرده است. بعد از مرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه یک زن از مکه تشریف آورد. او با خوشفعلی و با طعم شوخ داشتنش مشهور بود. زنی بود که همیشه سخنان شوخی آمیز و خوشایند میزد و با همین عادت خود بین مردم مشهور بود. خلاص شخصی بود که همیشه سخنان شوخی آمیز میگفت. زمانی که او به مدینه آمد، عیناً با زن به مانند خودش خوشفعل و خوشطبع دوستی پیدا کرد. این زنی که از مدینه است با طعم شوخ داشتنش نیز مشهور بوده است. زمانی که این خبر به عایشه رضی الله عنها رسید، گفت محبوب من راست گفته بود. محبوب اینجا به معنای این که رسول الله صلی الله علیه و سلم راست گفته بود. سپس او این حدیث را روایت کرد. پس هدف چی بود؟ این دو شخص یکدیگر را نمیشناختند، اما به محض اینکه یکدیگر را دیدند با هم دوستان بهترین شدند. چه طور این اتفاق رخ می‌دهد؟ روح‌های آنها رابطه بین خود داشتند قبل از آن که جسم آنها یکدیگر را ببیند. به همین خاطر وقتی که آنها بار اول یکدیگر را می‌بینند، دوستان صمیمی می‌شوند. در حقیقت این بسیار حیرت آور است که بعضا وقت شخصی را بار اول می‌بینید، بعد از 10-20 دقیقه صحبتی که با او می‌کنید، شما به خود فکر می‌کنید که با این شخص دوست و یا برادر خوب شده میتوانم. همچنین یک خواهر دیگری را می‌بیند و میگوید که این کسی است که میتواند محرم اسرارم باشد و ما میتوانیم به هم دیگر مثل خواهران باشیم. و بعضا وقت میشود که با کسی 10 و یا 20 بار ملاقات میکنید و چیزی مهمی که شما با او گفته دور شدن میخواهید این است که همش فهمو السلام علیکم. برای چی طور ناگهان میدانیم که کی با ما دوست شده میتواند و کی نه؟ این حدیث جواب این را به ما میدهد که هست آن چیزی که قابل فهمش ما نیست، چیزی که بر روح‌های ما ربط دارد.